نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحیما. ای پیامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو چادرهای خود را بر خویش فرو افکنند. این پوشش به این که به پاک دامنی شناخته شوند نزدیک تر است و بدین ترتیب مورد آزار قرار نمی گیرند و الله آمرزنده مهربان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.